اینجا قطعه زمین نزد حولگی ساکن دهه توگارک ناحیه واسه نورخون عظیموف است. این دهخانه اصیل مشغول جمع‌آوری حاصل کشتکاری داشت کارتوشکا میباشد. بخی هر نهال کارتوشکا رو با جرأتانه بل میزند. از هر دانه کش نمودش از 10 تا 15 دانه کارتوشکا انا همین گونه محصولات از لحاظ اکولوژی تازه جمع آورده ایستاده است. امسال نو بسته به آنه که برونگری خیلی کمتر هم شده باشه ما امو خیلی دهخانی کردیم همه نمودوی امو پروی مینرالی و غیر مینرالی و دیگه چیزا و زهرا را استفاده بردیم خیلی حاصل گرفتیم به امو چنی کار کردمون ممکن 150-170 سنتر حاصل داده استفاده است ما امو خراجاتمون با هم ریخته میپشونم زمین نزد حولگی در 5 سوتیق در کارچوکا کردم این حوض میچینم باید جای امیره ما کپوس کنم دیم حاصل ما زمین ثمرناک استفاده میبریم. زمین نزد حولگی اشور نورخون عظیموف با قطعه جدا کرده است. اینجا محصولات های گوناگون پرورش نموده است. این قطعه که آن را برای کشتی تکراری آماده نموده است گرمخانه سیار بود و در اینجا پرورده های نیال های پمیدار سبزانیده آنها را به زمین های کشاد کشانیده است. اما که نورخون در برابر آن که هر وجب زمین نزد حولگیش رو ثمرناک استفاده کرده است در مساحت 1 هکتار خوجگی دهقانی خورشید را راهبری دارد و این زمین ها را هم عاقلانه استفاده میبرد. سمت فعالیت این خوجگی به سوهای آبچکاری روانه گردیده است. در این زمین ها محصولات های این زراعت ها خوب میرویند زیرا که این دهقان به قدر زمین رسیده آن را با غذاهای سری وقتی تامین می نماید. ما امسال در مساحت 10 سوتیق زمین پلک کدو کردیم برای اونکه همین کدو در گرمی ها حاصل نمیبنده به همین خاطر ما در همون بر کدو هم برای دو حاصلگی و هم برای که کدو در سلقنی بتا خب جگوری را شنوندیم که جگوری کدو در بین جگوری 90 کنه و حاصلناک شود به همین خاطر ما کدو جگوری دو حاصله کردیم. این شب و روز او سرکار می باشد. میگوید که وقتی پیشگیری حشرات های ضررآور رسیده است از این رو برای پیشگیری تلفیابی حاصل با توصیه متخصصان از زهرداروها استفاده می نماید. نورخون عظیموف در انجام دادن کارهای دهقانی تغییرات های طبیعت اقلیم را نگاه کرده عمل می نماید. در اندیشه هست که این سال نظر به سال گذشته گرمی 10 روز پیش آمده است و حاصل محصولات های کشتکاری دشت را بر وقتتر جمع آوری می نماید. گزارش خوجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.